ساکنان دهه امام تعریفی جماعت خدای رجب ناحیه وسه هر روز با نشان اعتراض در نزد بنگاه طبی جمع می شوند. آنها طلب میکنند مدیر بنگاه طبی در مقامش برقرار کرده شود. ما مراجعت اول با حکومت جمهوری تاجیکستان و بعد وزارت تندرستی ما احترامانه خواهش میکنم که مثال کی را موندن نموندن در جای امی غیاث زیندین کدام معلمی را موندن شیدایف یعقوب ما چی گفتنیم معلم او معلم ما را درس داگی یگان 10 سال یا 12 سال پیش در امی محله ما 3 ماه دختری محله کار کردی. حالا بنگاه طبی بسته است و ساکنان میگویند 2 ماه باز از خدمت طبی محرومند. برخی از نیازمندان به خانه طبیبی برکنار شده میروند. فقط میرم محکمه دکترا میگن که دکترا همین چه غلط بره باید کل پوش کنه. مدیر اکنون سابق بنگاه طبی زیندین غیاث وضعیت را این گونه شرح میدهد. اومدن مجبورم مرا از کار گویا که قطعی 3 کارگری که سابقه کاری تا 30 ساله داشتن از کار همینجا راندن مجبورن خودشون آوردن یک معلم موندن. مقامات اجرایی گفتند که دکتر دهه با شکایت ساکنان برکنار کرده شده است. برای 3 نفر شده یک قشلاق به دکتر میمونن. اینا 3 نفر دعوا کرده یک قشلاق 186 190 خوجگی 1452 اهالی. تعیین شدن یک آموزگار را به وظیفه مدیر بنگاه طبی رهبر کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه وسه درست می‌شمارد. او دیپلمی میانه طبی داره. شما درست میگه نه که در یک مخونده آماده دکتر شده نمیتونه وای نه که تخصصی داره دیپلم داره او به دیپلم نیست. مدیر نو آموزگار زبان انگلیسی یعقوب شیدایف تعیین شدن خود را درست می‌پندارد. دو تا معلومات داریم. معلومات هم طبی داریم ما و هم آموزگاری. ما مدیری پیشتر این خیلی کار خوب بوده است. ما مردم دهه خواستند که ما معلومی را بس کنیم و اما ساکنان برعکس گفته‌های یعقوب شیدایف را میگویند. با گفته آنها او را به این وظیفه با نامه به وزارت تندرستی برادرش شریف شیدایف پیشبری کرده است. جنجال مسئولین طبی منطقه را به این دهه کشانده است. بنابر نتیجه سنجش آنها 57 نفر برقرار کردن مدیر پیشین را طلب دارند. ما اومدن یا مجلس کردن رفتن دیگه هیچ چاره ندیدن یا بازور اومدن همینجا چون کار کردن گرفتن دیگه کسالی را خبر نمیگیرن. هنگام این صحبت ها افراد طرفدار مدیر نو به خبرنگار رادیوی آزادی حمله کردند. این نفر هم با یعقوب شیدایف به نزد ما آمده است. میخواهد با زور مانع کاری ما شود. یک روز پیش هم در نزد بنگاه طبی طرفداران مدیر نو با تهدید لطکو میخواستند مانع کاری ما شوند. این حالت بار اول نیست که مسئولین در واسه با زورگویی میخواهند به خبرنگاران مانع ایجاد کنند. این هم محمد عیسی قربانوف مدیر شعبه معنویات است که مانع کاری ما میشود. اما رئیس ناحیه واسه گفته بود که کسی حق ندارد با خبرنگاران چنین رفتار کند. نماینده وسایت اخباری عمومی که در حدود ناحیه میروند یکمش که در ما شدگی کسی بیا ما قبول میکنیم. شاهدان واقعه‌های اخیر میگویند بارهاست مقامات میخواهد با زوراوری حکم خود را گذرانند. این روند همچون روند زوراوری با خبرنگاران را نیز رایج کرده است تا از واقعیت‌ها خبر ندهند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه.